سلام دوستان عزیز، امروز هستیم خدمتتون با دانیال. گفتیم بالاخره مدل پادکست بودش ولی گفتیم که این صداش واقعا رو نرو خدا. خواستیم جواب سوالاتتون رو بدیم بالاخره برای پزشکی و دندون و فارماسی، اونایی که بخوام برای داروسازی اینا اپلای کنن. گفتم بالاخره جمع کردم سوالاتونو و با جواباش گفتم براتون به اشتراک بذارم. اینجا شما این حالی صحبت بکن تا من آماده میشم. سلام همگی، خوب هستین؟ من بالاخره اومدم پای ویدیو. 21 ساله هستم. بابا نیستن خانه، گفتیم بهترین موقعیت با دانیال بشینیم با آرامش، انگار که اصلا اونو خیلی چی میکنن، جواب سوالاتون رو بدیم. سوال اول، من 2 مستر دارم ولی حتی بچلر منم قبول نمیکنن. بچلر من ایران مرتبط نبوده، قبول نمیکنن. چه رشته‌ای مورد قبول هست براشون؟ خب پس ایشون مستر خوندن تو ایران و اومدن اینجا و میخوان برن پزشکی یا دندون پزشکی. خب اولین چیزی بهتون بگم، نکنین راههایی که برای ورود به پزشکی و دندون پزشکی هستش چند تاست. خب اولا که یا شما کالج درس میخونی، 2 سال کالج درس میخونی، بعد اپلای میکنین پزشکی و دندون پزشکی که بهش میگن آرسکورین تو کبک بیشتر، که وارد دانشگاه میشین. تو جای دیگه شما های اسکول رو 12 سال میخونین، یه بچلر باید بگی، بچلر میشه لیسانس، یه لیسانس باید بگیری، بعد وارد پزشکی یا دندون پزشکی میشین. خب حالا اینا رو دسته بندیش میکنیم. اول از همه اونی که مستر خونده چه پروگرامایی خوبه که اینجا به عنوان لیسانس بخونین که بخواید وارد پزشکی بشین یا دندون پزشکی. پروگرام هایی رو باید انتخاب کنین که توش آناتومی داشته باشه، فیزیولوژی داشته باشه. 2 تا از همه چی مهمتره چون تکرار میشه براتون توی دندون پزشکی و پزشکی، و بیولوژی یکم یا فارماکولوژی اینا هم خوبه. چیزی دیگه هستش که نه خب ولی خیلی پروگرام هستش که مثلا اینجور چیزا رو داره. مثلا باید دانشگاه هم نگاه کنی کدوم پروگراما رو بهتر مثلا میبینن که مثلا قبول کردن. دقیقاً. پروگرام حالا بخوایم بریم واقعیتش توی کبک، آنتاریو هم البته همینه. کاری که خود دانی کرد مثلا کینسیولوژیه. کینسیولوژی پروگرام، کینسیولوژی چیه؟ کینسیولوژی مثل فیزیوتراپیه. میخوای خودت دانش شما تعریف کنید کینسیولوژی چیه؟ کینسیولوژی مثل فیزیوتراپیه. کینسیولوژی مثل فیزیوتراپیه ولی مثلا وقتی که میری تو این پروگرام میتونی در 3 تا کار میتونی انجام بدی، 2 تا کار میتونی انجام بدی. یا میتونی اتلتیک تراپیست بشی که اگه آسون بخوام بهتون بگم، موقعی که مثلا بازی فوتبال هست و مثلا یکی اینجر میشه یا یکی مثلا ضربه میخوره و اینا، اونی که مثلا میاد اون تو و مثلا کمک میکنه این بازیکن، این یه دونش هست. کار دیگه که میتونید بکنید اینه که میتونید یه کلینیک خودتون داشته باشین و واسه ریهابیلیتیشن روشون کار کنید. مثلا اونایی که سنشون یه ذره بالاتره میخوان راه برن و کمک نیاز دارن، میتونید این کار انجام بدید و همین هست دیگه. ایناست. بعد سوال پرسیدن کدوم چی راحت تره، رشته راحت تره. واقعیتش همشون که سخته، ولی راحتی بخوایم بگیم که منظور از راحتی اینه که نسبت به ورکلودش، یعنی چیزایی که از شما میخوان. من خودم به شخصه بخوام توی یه اوردر براتون بذارم میشه کینسیولوژی، بعد اوکوپیشنال تراپی میشه. اوکوپیشنال تراپی یه چیز مثل فیزیوتراپیه ولی بیشتر درجه به چیزای حرکت، برای مثلا چی میگن ریهابیلیتیشن، یعنی اصلا که نمیتونم بپرسم ریهابیلیتیشن میشه یعنی مثلا باز دوباره مثلا روش کار کردن که دوباره درست بشه و اینا. مثلا اگه دستتون شکسته میریم میشه این طرف که مثلا ورزش‌های دست بهتون میده و اینا، اونو میذارم اوکوپیشنال تراپی میشه دوم. سومیش میشه فیزیوتراپی. من خودم از اوکوپیشنال شروع کردم، رفتم فیزیو، بعدش هم که پزشکی. به خاطر همین فیزیوتراپی من خودم خیلی دوست داشتم، ولی یکم سخت بود چون چون نه تنها درس داری، از لحاظ کلینیکی هم بعد مثلا بری ساعت پر کنی و اینا، و کلاسش هم یکم سنگینه یکم نسبت به بقیه، ولی بازم فیزیوتراپی هم خیلی خوبه. و پروگرام‌های دیگه مثل فیزیولوژی هم هستش که خوبه، ولی فیزیولوژی سخته. واقعیتش نظر شخصی ما بخواین، اونایی که دارن مهاجرت میکنن و دارن از ایران میان، خیلی مهمه شما یه پروگرامی رو برین که هم مفید باشه ولی راحت بتونید نمره بیارید. خب یعنی مثلا پروگرام مثل آناتومی نرید چون گناه داره اون درفت
مثل آناتومی نرین، چون اگه یک خدای نکرده نمرت پایین بشه سخت جی پی ای رو بالا آوردن. خب مثلا قبل از اینکه ادامه بدیم سوالا رو من این سری فکت براتون بگم. جی پی ای چیه؟ جی پی ای میشه همون معدلتون توی دانشگاه. خب تو خود سایت یکی از دانشگاه مثلا برای مگیل من دارم برای شما میگم، گفته جی پی ای اوریج 3.8، جی پی ای روی 4. خب 3.8 به بالا کامپتیتیو میشه، یعنی یعنی قابل رقابت هستش، یعنی قابل رقابت میشه دیگه. این چانسی که قبول شین بالاتره، شانسی که قبول شین بالاتره از مثلا 3.5 یعنی 3.5 هم به پایین که اصلا نگاه نمی‌کنن. خب حالا میخوام بهتون بگم دانشگاه‌ها کانادا، آمریکا چه چیزایی رو نگاه میکنن. خب برای اینکه میخواین دندون پزشکی اینا قبول بشین یا اصلا کلا پروگرام. آقا شهرام جان. بله. خسته نباشی. اومدی چی داریم یوتیوب؟ بیا من برم لباس عوض کن بیا. خلاصه داشتم میگفتم برای دانشگاه‌های آمریکا و کانادا چه چیزایی رو نگاه میکنن. یک، سی وی چیه؟ یعنی کار والنتری ورک میشه، کار داوطلبانه. نه بله. داوطلبانه یعنی چی؟ یعنی توی بیمارستان شما برین والنتیر کنین، برین چه میدونم مال همین خانه سالمندان همین داوطلبانه کار کنین. کارهای دیگه داوطلبانه دارید شما چیکار کردید خودت؟ مثلا خونه سالمندان گفت. آره. خونه سالمندان چیز هم میتونی انجام بدیم، مثلا اگه بخوایم مثلا دکتر بشیم بریم مثلا پیش دکترای ذره مثلا ببینیم چجوری کار میکنن. اسمش از شادوینگ اینجا. آره. اینو خیلی دوست دارم، چون مثلا شاید ازتون بپرسن میخواین دکتر شین چرا، مثلا آیا دکترا رو دیدی چجوری کار میکنن، مثلا چرا نرس نمیخوای مثلا بشی. بفرما یلا بدون من اومدی شما رو بودیم. یلا بفرما آقا شهر هستن. من اصلا چی می‌سینی؟ ذره پلاستیک سر سفره نشستی. بفرما. سلام کن شما. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز و پادکسترای محترم. بگم دراز شده. بذار بکنم یه دونه. بذار یه دونه رو بکنم. باور کن دست برداشت اینطوری می‌کنی. من ببینم. دست بردار. اینا بذار نشونشون بدم. شاید مسخره بازی در نیار. برو روی سه تا شال. آره همون. 12 تا موگنده. اشکال نداره. خب داشتم میگفتم شادوینگ چرا خیلی مهمه؟ دست بردار. راحت میگی. دست بردار. شادوینگ بذار بگم برای الان میدونی که خارج دوربینی ها. آره دیدی شادوینگ چیه؟ شادوینگ اینه که خوبیش چیه؟ چون شما اگه وقتی پیش دکتر اینا کار کنین، دندون پزشک، دکتر، داروسازا کار کنین، بعدا میتونی ازشون نامه میگن ریکامندیشن لتر میشه نامه چی؟ نامه که مثلا معرفی میکنه، مثلا داره مثلا میگه آره این دانش آموز خوبه مثلا برای این پروگرام و اینا، خیلی بیشتر زیاد از این نیاز داری، نه تنها برای پزشکی، بعدا هم میخوای رزیدنسی اپلای کنی خیلی مهمه. این یک سی وی دیگه چی توش مهمه؟ کار، ورزش، یه موسیقی، تمام اینا چیزای مثبت. ساز مثلا پدر ما رو گیر داده بود قبلا مثلا برو گیتار بزن، حالا ما هم دوست نداشتیم ولی به زور زدیم اون گذاشتیم توی سی وی. ویولون شروع کردیم. چرا با ویولون شروع کردیم؟ با ویولون شروع کرد، با قابلمه تموم کرد. بگم داستانشو. پدر بزرگ ما یه ویولون سفید از روسیه کجا بودش گرفت؟ کجا بود؟ آلمان، روسیه؟ بگو اروپا ایتالیا گرفته بود. بعد هیچی کل خانواده گفتن تو برو ویولون یاد بگیر که مثلا این ویولون بشه برای تو. حالا منم بچه‌ام ویولون داری انقدر بدم میومد تو یک سال که کلاس رفت بعد از یک سال صداش همینجوری بوده. یعنی چیزی یاد نگرفتی ویولون، ازش استعداد داشت ولی تونستم توی سی وی استفاده کنم ازش واقعیتش. بعد رفتم گیتار. حالا اونش دیگه مهم نیست دیگه، خیلی از این کارا، ولی ورزش خیلی مهمه، ساز زدن خیلی مهمه. یه چیز دیگه مهمه بچه‌ها، اینو یعنی ریسرچ میشه، تحقیقات خیلی مهمه که یعنی شما توی وقتی اسمتون رو سرچ میکنن آنلاین 2-3 تا چی براتون ازتون بیاد، آرتیکل ازتون بیادش، مثلا که توش پارتیسیپیت کنین، یعنی توش مقاله بنویسی یا مقاله نه خودتونا با دکترا. برای چی میگن دانی میگفت شادوینگ کنین، یعنی بریم شه دکترا، چون اونا معمولا خودشون ریسرچ دارن. ریسرچ میشه همون مثلا تحقیقات. حالا اینو برای کسایی میگه که اومدن اینجا یا کسایی که میخوان بیان، اونا که یا کسایی که اینجا میخوان پزشکی برن فرق نمیکنه، جفتشون براشون کمک این لیسانس های ایران قابل قبوله براشون اینجا. اونم توضیح میدم.
خیلی دوست داشتم این ویدیو رو زودتر درست کنم، ولی واقعیتش هیچ وقت وقتش نمی‌کردم بشینم توی صحبت کنم. اونم بعدش میگم. مثلا اول برای اونایی که میخوان بیان اینجا شروع کنن لیسانس دارن، که با اونایی که آردی لیسانس دارن و بعدم میگم. بعد تو سی وی تون همینا خوبه. بعد میره به امتحان کسبه. این امتحان کسبه یک امتحانی هستش که سال اولی که اومده بود من دادم اون امتحانشو. چیه؟ 12 تا سواله. خب بذار حالا بعدش دانیال بیشتر توضیح میده، چون برای اینکه من موقعی که من دادم موقعی که دانی دادش خیلی فرق کرده. 12 تا سوال بود موقعی که من داده بودم و سوال چی؟ شما 5 مثلا یه یوتیوب ویدیوی 30 ثانیه‌ای بهت نشون میدم، میگن شما مثلا دوست این گروه، خب بعد میگن خب نسبت به این سیچویشن یه سناریو بهت میدم. خب بعد ازت 3 تا سوال میپرسن، 5 دقیقه وقت داری 3 تا سوال رو جواب بدی. یه مثال میزنم براتون. یک مردی هستش که زنش حامله است، میخواد بره توی پترنیتی لیو، یعنی اینکه میخواد بره تایم آف بگیره، یعنی چی میگن تایم آف؟ وقت استراحت بگیره از کارش 3 ماه 6 ماه 3 ماه 6 ماه، بخاطر اینکه زنش حامله است که بتونه کمک خانومش کنه اینا. همون موقع رئیسش میخواست پروموتش کنه به پوزیشن بالاتر، ارتقا بده مثلا. که بابا وارسی حالت نیستی هم که بابا داره میگه این بنده خدا الان گیج میشن دیگه. شما رو گذاشتم اینجا برای همین دیگه. بعد نشو بعد میگه سوال اولش این بود چیکار میکنی اگه تو این موقعیت بودی، چیکار میکنی؟ همیشه یادتون باشه برای این سوال یه ویدیو بعداً اگه خواستین برای کسپر فقط روی کسپر میذارم، اگه میخواین توی کامنت ها بگین که با دانی بشینیم سناریوشو در بیاریم. البته غیر قانونیه بخواید چیکار کنیم، بخاطر همین فارسی کلشو مینویسم که داستان نشه برام فکر کنم. شما قانون شکن هم هستی؟ اصلا من اصلا فقط با قانون قانون شکن؟ نه من آقا اینم سریع شما مشارکت نکنیم. بعد مثلا اون بیشتر این سوال سوال دومش مثلا یه چیزی، سوال سومش میگه مثلا یه موقعیتی رو برای من تعریف کن که این اتفاق مثلا برای تو زندگی افتاده بود، سر سینم فکر کنم داده ببین. بعد حالا مهمیش چیه؟ وقتی جواب این سوالا رو میدین همیشه سعی کنین توی یک جهت نگاه نکنین به داستان، یک بودی نگاه مرسی چند بودی نگاه کنین و همیشه سولوشن A B C D یعنی راه حل A B C D اینا داشته باشین، یه راه حل ندین بهش. سعی کنین از دو جهت نگاه کنین به داستان. خب بعد یه سری کلمات هست که حالا اونا توی ویدیو بعدی بهتون میگم که حتما باید توش استفاده کنین. خب این کسپر دومی، سی وی کسپر شو این دو تا. سومیش چیه؟ برای اونایی که میخوان برن دندون پزشکی دارم اینا اول میگم. DAT میشه Dental Aptitude Test. خب این تستی هستش که باز تقسیم میشه به چند بخش. خب بخش اولش کاروینگ، یعنی یه عکس بهتون میده، این عکس رو اگه حالا عکسش پیدا کنم میذارم اینجا براتون نگاه کنین، سه بعدیه. بعد چیکار باید بکنین؟ یه صابون هم بهت میده، صابون دایره مانند. میگه این صابون رو با چاقو نسیزی مثل این در بیار، قشنگ سایز بندیش، درجه بندیش اینا یکیشه. یکی دیگه ایناش چیزای ایمیجینیشنتون رو باید استفاده کنین. توی کانادا تخیل قوه تخیل. آره اون که استاده بابا. اینا رو نباید شما، اینا نمرش زیاد مهم نیست، فقط باید پاس شین. خب توی کانادا، تو آمریکا شاید نمرش مهم باشه، نمیدونم، مطمئن نیستم. ولی اون تست رو دارین شما. تست دیگه هستش برای کل کانادا دیتی. آره پزشکی تست دیگه نه دیگه همین. بعد تست دیتی هر چند سال یه بار باید تکرار بشه. مثلا دیتی اینجا من همین یه سال پیش انجام دادمش. مهم کاروینگ کلهم برداشتن اینجا و دوباره برگشت. دوباره امسال برگشت. امسال برگشت؟ بعد مثلا موقعی که من برداشته بودم و تستای بیولوژی و نمیدونم ارگانیک و اینا هم، شیمی و از این چیزا هم لازم نبودش اصلا انجام بدی. فقط پارتی که مهم بود اینه که مثلا چیزای سه بعدی رو بتونی خوب ببینی. میگن اگه مثلا اینجا رو مثلا سوراخ کنیم چند تا سوراخ رو کاغذ هست و از این چیزا که اونم یه کتاب هستش، عکسش رو میتونید اینجا بذاریم، کمکم کرد واسه اون اگه خودتون خواستین استفاده کنید. بعد چیز دیگه نبودش پر تو این تستا؟ نه همین است. خب اینا برای پزشکی و دندون پزشکی. ولی این دیتی برای چه زمانی خوبه؟ من سوال کنم. دیتی شما هر سال باید بدید. خب هر سال اگه یک سال بدی سال قبول نشدی برای سال بعد دوباره باید بدید تست. خب کسپر چی؟ کسپر هم هر سال باید بدید. هر سال باید بدید. امکت هم میتونی واسه آفرین. امکت بذار امکت رو براتون توضیح بدم یکم. امکت یه تست مثل کنکورتونه. خب
چیه این داستان کنکور؟ داستانش اینه شما که مثل که می‌خواید بچه‌ها نیان این چیزی رو، بچه‌ها می‌ترسن اینجا. نه بعد بگم خب بگون بدونم بلد باشن. یه چیز دیگه هم هستش که الان یادم اومد. ناکنین یه چیزی که هستش، ناکنین امکت برای دانشگاه کبک مهم نیستش خب، ولی دانشگاه آنتاریو کلا بقیه پروینس‌ها خیلی مهمه خب. و بخواین دنبال چیه اون شماره که بخواین بگیرین که میشه کامپتیتیو، دنبال فکر کنم بالای 510 بودش اگه بیارین خیلی خوبه. نمره منظور نمره بالای نیست. نمره همون که نمیخوام برای نمره بالای 520 که فکر 510 که فکر کنم کامپتیتیو ساجست چی میشه؟ چی میگن؟ یعنی مینیمم ریکوایرمنت چیزشه دیگه. آره. واسه دنبالش هم اتفاقا الان اگه پیداش بکنم خوب میشه. anyways اون خیلی مهمه که حتما امکت رو اگه ایران هستین آردی روش براش بخونین. امکت کانادا با آمریکا فرق میکنه؟ آره فرق میکنه. نه فکر کنم فرق میکنه. honestly I'm not sure. شاید یکی باشه. من فکر میکنم امکت آمریکا کانادا من فکر کنم فرق میکنه. ولی امکت چیا داره توش؟ فیزیولوژی چی داره؟ شیمی داره، فیزیک داره، ریاضی داره، بیولوژی داره. 4 تاست. چند تا سواله؟ نمیدونم اگه امکت دادم نه ندادم. چه میدونم چند ساله. امکت رو برین حتما درجه بهش در بیارین، سرچ کنین. ولی خیلی مهمه که مثلا حداقل بدونین چطوری هستش که جاست این کیس. یه چیز دیگه که خیلی مهمه برای اونایی که میخوان بیان کانادا و آمریکا، امتحان انگلیسی و فرانسه است. اونایی که میخوان بیان کبک شما باید فرانسه‌تون قوی باشه. انگلیسی هم همونطور. آیلتس باید بدین حتما. یکی دیگه هستش که باید بدین بهش میگن ناکنی اول برای فرنچشو بگم. فرنچ شما B2 نیاز دارین. اگه بخواید توی مونترال بخونین B2 میشه اینترمدییت باید بخونین. نمیدونم یارو خودم چی. C1 میشه کلاس ادوانس برای کمپس های جای دیگه خب. و بعدش این که بهتون بگم انگلیسی آره انگلیسی که میخوایم بدیم. ولی اینجا فرانسه رو در حال باید تست بدن حتی اگه انگلیسی بخونن. آره مگر اینکه اینجا کالج بخونن. بعد از اینکه کلی گشتم بالاخره جواب سوالا رو پیدا کردم. برای اون تست انگلیسی حتما نیاز داریم و مثلا برای آیلتس بعد مینیمم 7 داشته باشین خب. و نمیدونم برای تافل هم بالای 90 خب. اینا مینیمم ریکوایرمنت و هر دانشگاهی هر دانشگاهی با دانشگاهی فرق میکنه خب. حتما توی وبسایتش بریم چک کنیم. سوال ازم پرسیدن که آیا سن مهمه و واقعا جوابش اینه که یعنی هر سالی یعنی لیمیت نداره، شما هر سنی میتونین باشین. من خودم یکی از همکلاسیام 40 خورده سالش بود، 3 تا بچه داشت و داشت پزشکی میخوند. تازه قبلش یک شغل دیگه داشت، یا مثلا یکی دیگه بودش وکیل بود. شایان دانیال دوستش همکلاسیش بگو. اونم چیز بودش انجینیر بود. اونم مهندس بودش. بعد مسترزش رو تو مهندسی گرفت و الان با ما 3 سال خوند و الان تازه اپلای کنه که تازه ببینه قبول میشه یا نه. یعنی اگه واقعا دقیقاً یعنی اگه چیزی هست که دوست دارین حتما اپلای کنین و ان شاءالله میشه. یعنی اصلا نشد نداره دقیقاً. و سوال و یکی دیگه هست مثلا سال 3 پزشکی یارو خودش دکتر جراحی مغز و اعصاب بودش تو الجزایر، اومد اینجا سال 3 پزشکی نشست خوند و الان دوباره دکتره. بعد شما تست امکت رو که بهتون گفتم و امکت هم گفتم بالای 510 خیلی خوبه. و خیلی مهمه کلینیکال اکسپریانس که میشه بر مثال همون چیزی که داشت میگفت شادوینگ کردن، والنتیری که گفتیم و کار داوطلبانه. اگه مثلا خود ایران هم هستین اگه بتونین جایی که بریم برای مثلا اونایی که ندارن خیلی مثلا جایی که برای تو بهزیستی و اینا کمک کنین، نامه از سازمان بگیرین ترجمه رسمی بیارین، بازم مفیده، خیلی مفیده در این حد بگم. بعد درجه به بعد از اینکه شما پزشکی قبول میشین خب این که اینا که گفتیم فقط دیگه قرار بشین، یعنی بهتون اینترویو میدن، بهتون مصاحبه میدن خب. مصاحبه خودش یه داستان دیگه داره که اونو حالا بعداً صحبت می‌کنیم. اون مثل کسب این چیزا اگه خواستین بگین بعداً یه ویدیو درجه مون صحبت می‌کنیم. ولی اینا چون امضا میگیرن از ماها قبل از امتحانا خب که نگیم مثلا چه موضوعی صحبت می‌کنیم. آره سوالا رو نگیم چون بعداً میشه دردسر ساز بشه خب. در این به خاطر همین اگه مثلا اونا که واقعاً نیاز دارن تو این چیزا تو کامنت‌ها بگین، یه راهی پیدا می‌کنیم. میگم نباشه مثلا دشواری نداره. ولی
خیلی چرا خاموش بر رفت جلوتر این داستانا. خلافکاریه. خلافکار نیست، بالاخره میتونیم کمک کنیم، چرا که نه. برای اونایی که توی ایران پزشکی هستن تست MCCQE رو بدین که میشه Medical Council of Canada Qualifying Examination. همون یعنی یه امتحانی هستش که بعد بدین که بتونه مثلا اکیبر، ولی خیلی سخته، خیلی میگم چند که معادله سازی مدرک معادله سازی. این برای پزشکی بود. برای دندون پزشکی هست NDEB که National Dental Examination Board هستش که اون تست رو بعد بدین که بتونید اونم اینجا معادله سازی. همون معادله قبول سازی می‌کنن هستش. دیگه. آره ولی به این راحتی ها نیستش، واقعیتش خیلی سخته. و سوال پرسیده بودن که آیا مدرسه خصوصی برای اونایی که مثلا سنشون کمتره مدرسه خصوصی حتما باید بچه‌مو بذارم یا مثلا چیکار باید بکنن؟ و جوابش اینه که نه. من مدرسه دولتی رفتم، دانی مدرسه دولتی رفت. اولا خیلی گرونه، خیلی گرون بود الکی و واقعیتش بچه‌ای که واقعا میخواد بشینه بخونه به مدرسه خصوصی ببین فایده داره ها، ولی یعنی شاید بچه رو راحت‌تر میتونن باش بیشتر کار میکنن تو مدرسه. ولی اگه بچه خودت بیشتر آره دقیقاً خودت باید بشینی بخونی بیشتر و واقعا سخت هست، الکی نگم سخت نیست، سخت هم داره هر سال میشه چون رقابت رفته بالا. مثال میزنم برای که دوستای خودمون جی پی اش بود 4 که 4 میشه بالاترین جی پی ای با بهترین همین سی وی که بهتون گفتم، باز نتونست با ذات بدبختی مصاحبه رو بگیره. یعنی خیلی سخت شد. اینو میگم براتون که شما یادتون باشه بعد خیلی پزشکی گرفت پزشکی. آره خیلی باید بخونید، خیلی دندون پزشکی یعنی پزشکی نگیر باره، ولی باید زیاد و نباید ناامید بشین. اینو میخوام برسم که اگه واقعا چیزی هست که میخواین بالاخره بهش میرسین، دیر یا زود داره، ولی واقعیتش آره همون بابا گفت. حالا بعد خیلی دیگه ویدیو طولانی میشد دیگه، نمیخواستم زیاد بورینگ بشه براتون، به خاطر همین اگه سوالای دیگه بودش تو همین قسمت کامنت ها بگین، فوقش اصلا اشکال نداره یه پارت 2 رو درست میکنیم. خلاصه مرسی که با ما بودین، ببخشید که زیاد صحبت کردیم، باز اگه ببخشید من دیر اومدم نتونستم اطلاعات زیادی بهتون بدم، ولی خب استاد که اینجا نشسته بود. ولی باز حالا اگه سوالی چیزی بود ما هستیم بالاخره، چرا که نه، اگه بالاخره ما با هوای هم گرد داشته باشیم دیگه. کامنت دانجون شما کامنت آخر مرسی که نگاه میکنید، مرسی که هستیم، دوستتون داریم، مواظب خودتون باشیم. فعلا.